بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلامی به پایان خداوند بر شما بینندگان عزیز. به شبکه پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به حکایت 13 از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی. حضرت سعدی در این حکایت کوتاه درس‌های بزرگ و پندهای بلند به ما می آموزد. سعدی رحمت الله علیه می فرماید: یکی از ملوک را شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی می گفت: ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. پادشاهی بود است که شب تا صبح عشرت می کرده است و میخواری و خوشگذرانی می کرده است و دائم این شعر را می خواند که ما در این جهان هیچ غمی نداریم، از دوستان، از دشمنان، از نیک، از بد، از اندیشه و فکر ما را هیچ غم نیست. درویشی برهنه به سرما بیرون خفته بود، بشنید و گفت. یکی از اهل ایمان این سخن پادشاه را شنید. گفت: ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غمی ما هم نیست. ای پادشاه که در عالم تو غم نداری، باشد تو غم نداری، آیا غم ما مردم هم نداری؟ آیا غم ما فقیران را هم نداری؟ پادشاه این سخن را می شنود. ملک را خوش آمد، صرعی 1000 دینار از روزن بیرون داشت و گفت. پادشاه بسیار خوشش آمد، در یک کیسه 1000 سکه طلا به درویش داد و گفت: دامن بدار ای درویش. گفت: دامنت را باز کن درویش. درویش گفت: دامن از کجا آرم که جامه ندارم؟ درویش گفت که ای پادشاه، دامنم در کجا باشد، من لباس ندارم. ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. پادشاه دید که این درویش هیچ ندارد، علاوه بر 1000 دینار سکه طلا یک لباس زیبا هم به درویش هدیه داد. درویش آن نقد و جنس را به اندک مدتی بخورد و پریشان کرد و به طمع باز آمد. درویش 1000 سکه طلا را در یک مدت کوتاه استفاده کرد و باز پیش پادشاه برگشت. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. همچنان که انسان عاشق صبر ندارد، همچنان که آب در غربال نمیماند، مال و ثروت دنیا هم در دست انسانهای آزاده نمیماند. انسانهای آزاده اهلی کار خیر و بخشش زیادی مال هستند. در حالتی که ملک را پروای او نبود، عرضه داشتند که فلان درویش ایستاده است. ملک باز هم در حالتی بی‌توجهی و همون عشرت خودش بود که گفتند که فلان درویش که 1000 دینار به او دادی باز آمده است. به هم برآمد و روی در هم کشید، بسیار خشمگین و عصبانی شد. و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و ثورت پادشاهان بر حذر باید بود که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام ندارند. پادشاهان و صاحب منصبان باید به کارهای بزرگ بپردازند. این پادشاهان و این منصبداران حوصله مردم را ندارند و این یکی از ضعف‌های بزرگی منصبداران است
و در حالت خشم و عصبانیت تصمیم‌هایی نادرست می‌گیرند. حرامش بود نعمتی پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه. مجال سخن تا نبینی ز پیش به بیهوده گفتن مبر قدر خویش. سعدی میگوید که ای انسان، تو باید زمان شناس باشی، انسان شناس باشی، موقعیت شناس باشی، سخن شناس و سخندان باشی و مخاطب را بشناسی، ظرفیت را بشناسی. هر حرف را در هر جای، به هر کس، در هر جای، در هر موقع، در هر زمانه نباید بگویی. همین پادشاه به درویش 1000 سکه داد، اما الان ببینیم که به درویش چی میگوید. گفت این گدای مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت، برانید که خزینه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان شیاطین. سعدی حالت پادشاه را اینگونه نقل میکند که پادشاه گفت این گدای اسراف کننده را که در یک مدت کوتاه این مال زیاد را از بین برد بیرون کنید که بیت المال و خزینه کشور لقمه مساکین هست، لقمه مردم هست، نه طعمه اخوان شیاطین، نه برای برادران شیطان. ببینیم که در همین متن کوتاه جناب سعدی چقدر زیبا از کلماتی دلنشین استفاده میکند و همزمان آیت‌های اشاره به آیت‌های قرآن کریم دارد که میگوید بیت المال لقمه مساکین است. اشاره به آیه 60 سوره مبارکه توبه دارد که انما الصدقات للفقراء والمساکین و خزینه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان شیاطین. اخوان شیاطین اشاره به آیت 27 سوره مبارکه اسراء دارد که ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. این هنری جناب سعدی است که از متن زیبای فارسی اشارت‌هایی به آیت‌های قرآنی کریم دارد. ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود باشد کش به شب روغن نبینی در چراغ. شمع فروشی که در روزها شمع را روشن کند این ابله هست. روز نور خورشید هست، نور آفتاب هست. چرا باید شمع روشن کنی؟ شمع روشن کردنش در زمانی تاریکی است. آن کسی که در روزی روشن شمع روشن میکند آن ابله است. چرا؟ زود باشد به شب روغن نبینی در چراغ. دیگر شب که میرسد شمع ندارد یا چراغ‌هایی که در گذشته با روغن روشن میماندند. یکی از وزرای ناصح گفت، یک وزیر در آنجا بود که اهلی دانش بود و بسیار دلسوز. او گفت ای پادشه روی زمین، چنین کسان را وجه کفاف به تفاریق مجرا باید داشت تا در نفقه اسراف نکنند. ای پادشاه، عیبی تست که 1000 دینار به درویش دادی. اشخاصی مثل درویش و بقیه مردم را باید کم کم نعمت دهی. باید به تفاریق مجرا، به تدریج و کم کم هر ماه، هر هفته هزینه نفقه آنها را بدهی. اما اشارت که فرمودی از زجر و منع مناسب سیرت ارباب همت نیست. یکی را به لطف امیدوار کردن و باز به ناامیدی خسته گردانیدن. ای پادشاه، الان تو به این درویش زجر دادی، او را منع کردی، او همت کرد به پیش تو آمد، او را به لطف امیدوار کرده بودی و الان باز به ناامیدی خسته کردی.
این مناسب همت و تخت پادشاهی و وقار یک پادشاه نیست. سعدی در این حکایت درس‌های بسیار بزرگ هم به ما به عنوان خواننده، هم به ما به عنوان رعیت و مردم و شهروند یک کشور و هم مخصوصاً به منصبداران و حاکمان یک حکومت می دهد. بر روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. اگر در خانه را بر روی یک انسان طمعکار که باز کردی، بسیار سخت است که آن در را ببندی. کس نبیند تشنگان حجاز به لب آب شور گرد آیند. حجاز که معروف است به کم آبی، در همان حجاز کم آب مردم آب شور نمی خورند. به لب چشمه‌ای که آب شور دارد جمع نمی شوند. هر کجا چشمه‌ای بود شیرین، مردم و مرغ و مور گرد آیند. هر کجا یک چشمه شیرین باشد، مردم می روند، حیوانات می روند، مرغ و مور هم می روند. سعدی خطاب به پادشاه می گوید که ای پادشاه، شیرین باش، مهربان باش، خوب سخن بگو با مردم تا مردم گردی تو جمع شوند. انشاءالله خداوند متعال حاکمان و منصبداران دلسوز و خدمتگزار را نصیب تمام جهان بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.